Assalomu alaykum. Ovoz Alek. هست؟ دوملو minnatdorیم سرآول از شما. خب سوال ما همین است که یک دوست دارم، در یک جا بسیار زندگی کردیم، چند سال دوست جانی است. همین طول 10 سال می شود که خوب خودرضایی میکند و شهوت داده شدگی است و بعد خب هر یک بار پشیمان می شود. هر بار پشیمان می شود، باز همون تکرار. میخواستم جوابش او با من درد دل میکند، من که اونقدر آگاه نیستم نمیتوانم خوب فهمونده. خب پیامبر صلی الله علیه و سلام چه خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است به جوانها که عینی صاحب شهوت بودن، حال آدما وقتی که به سن پیران سالی میرسد شهوت میخرند میکاوند، هر چیزی که به فایده مرد هست گوییم و میخرند، نه حرام هست یا حلال است نگاه نمیکنند، همین فایده دارد گوید گرفتن میگیرند. امروز در ایام جوانی همین چیز اگر در غیر مکانش صرف کنید فردا همین چیز فردا میکاوید. امروز شما شهوت دارید، قوت دارید، در غیر جای خودش استفاده میبرید، یعنی در جای حرام، در جای حرام که استفاده میبرید فردا به همین چیز محتاج میشوید. فهمیدید؟ برای همین در جای خودش استفاده برید. یعنی که وصیت ما همین است که زن گیرید، همه کار یک طرف مانید، حاضر اول زن گیرید، بے پول زن گیرید. اگر هیچ پول نداشته باشید همین یگان آدم دیندار و یگان آدم یابید کمکتان کند، مقصد برای زنگیری یک دختر دارد یا خواهر دارد، بیوه هست، در همین مسافری هستید، گیرید. اگر زن داشته باشید زنتان بیارید، یک کاری کنید که کار حلال کنید. این خیلی زندگی، این خیلی ترتیب ندید که یک عمرتان از زن و فرزندان جدا در مهاجرت زندگی میکنید و یک سال میعبر چه این برای سلامتیتون هم زیان است، برای دینتون از همه پیش ضرر دارد. انسان الله تعالی جفت آفرید، همین که به سن 16 17 بلاغت که رسید زن گیرید برادرها، خانه‌دار شوید. میگن عقل ندارد. آخه 16 سال چیکار کرد؟ شما چیکار کردید پدر و مادر که عقل ندارد و کمتر عقلش دارد بعد زن گیرد؟ عقلی 40 ساله ها ندار آمده سو مهم گناه نکند. بنابراین در همون شهری که زندگی دارید خیزید همون برادرای تاجیک پرسان شوید کی خواهر دارد، کی مثلا زنی بیوه دارد، همینجا پرسجو کنید، یا زن یاوید گیرید، کاری گناه نکنید. وقتی که الله تعالی رو گناه نمیکنید، ملک در دست الله است، زمین در دست الله است. الله تعالی رو که گناهکاری نکردید دعاتون قبول میکند. با انشالله یا زنی دیگه میگیرید، با انشالله صاحب پول و مال هم میشید. کار، پول، مال، دنیا رو در دور اول نگذارید برادر. همیشه الله به پیش مانید، دین به پیش گیرید، انشالله دنیاتون هم آباد میشد. والله تعالی اعلم.